امروز سفری خواهیم داشت از کاشان تا مازش. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. پرنی پیردهان هستم با برنامه مزدش را بهتر بشناسیم. امروز در خدمت آقای بنی کاظمی هستیم، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ کاشان. درباره روستای مزوش، قدیمی ترین منبعی که در اختیار ما داریم تاریخ کاشان یا مرآة القاسان اثر مرحوم عبدالرحیم زرابی. در این کتاب در چندین جا از روستای مزوش، قالهر، سینقون و اون بخش از کاشان که در گذشته جزو کاشان بوده کاملا توضیحاتی داده، ولی توضیحات بیشتر جنبه جغرافیایی داره، تاریخی نیست. مثلا نوشته مزوش در 10 فرسخی جنوب غربی کاشان واقع شده و از طریق کوههای به حساب سر بلند و سرافرازی که داره راه داره به جلگه، راه داره به منطقه نشلگ و آبریز بهاری اون، بارانهای بهاری اون، سیلاب‌ها از طریق همین روستاهای اطراف جمع می شده و این رودخانه ها به هم می پیوسته و وارد نشلگ می شده و از نشلگ وارد جلگه هموار کاشان می شده. ما بیشتر از این اطلاعات نداریم درباره ایشون.
ولی اگر ما بخوایم درباره مزوش اطلاعات دقیق تری داشته باشیم، حتما باید به وقفنامه مسجد سلطانی که امروز به نام مدرسه امام معروفه مراجعه کنیم، چون بخش اعظمی از این مناطق در تو اوقافی بوده، بیشتر در اختیار اوقاف بوده و الان هم هست. در وقفنامه هایی که او زمان تنظیم شده 100% اطلاعات دقیق تر، منظمتر از وضعیت جمعیتی، از نظر کشاورزی، از نظر افراد سرشناس و کسانی که واقف بودن، از اینا ما میتونیم اطلاعات خیلی مفیدتری به دست بریم. مزوش، واژه مزوش از 2 بخش تشکیل شده، مز و وش. ما اگر مز رو قرار بدیم معنی خاصی ازش نمیتونیم بگیریم، ولی چون گویش محلی اونجا به زبان پهلوی قدیم خیلی نزدیکه و این تغییر تلفظها رایج بوده، احتمال این که من این رو به عنوان یک احتمال میگم اینجا مز بوده. اگر مز باشه، مز همون میشه مزدا، مخفف مزدا، اهورامزدا، خدای مزد یسنا دین زرتشت. و وش بخش دوم در لغت وقتی به تنهایی میاد به معنی قوزه پنبه و یا پنبه حلاجی نشده معنا یافته، ولی وقتی به صورت یک پسوند در میاد معنیش فرق میکنه. مثلا شما ببینید سیاه میاد به اضافه وش میشه سیاوش، لولی به اضافه شین میشه لولی وش، هوری وش. اینا به معنی گونه است، به معنی ماننده. بنابراین وقتی ما این مزوش رو مزوش اگر تلفظ کنیم، این محل میشه یه جایگاه مقدس که نمونه هاش هم زیاد داریم. ایرانی ها به خاطر اینکه آثار گذشتهشون، مکانهای مقدسشون از میان نروه، اونا رو به زیارتگاه و جاهای مسجد و خانقاه تبدیل میکردن. ببینید الان آثار یه آتشکده حالا به صورت مخروبه در مزوش دیده میشه و چند تا دخمه هایی هم هست که اینها نشون دهنده گذشته دیرینه این منطقه است که این دخمه ها شاید مال زرتشتی ها بوده، شاید هم مال آیین مهرپرستی بوده که مال قبلا بوده، ولی که وقتی دین اسلام اومده و اسلام رو مردم ایران پذیرفتن، این مکانها رو به صورت جایگاه های مقدس در آوردن. الان هم در اون دخمه ها مراسم مذهبی برگزار میشه و این به این لحاظ بوده که حرمت این مکانها حفظ بشه. بنابراین مزوش اگر ما تلفظ صحیحی از زبان فارسی قدیم پهلوی بدونیم که این زبان در اونجا هنوز هم ریشه های باستانیش هست، اینجا یه جایگاه مقدسی خواهد بود و نمونه هاش هم زیاد داریم، مثل مزدآباد در جاهای دیگه، ایزدخواست مثلا، یا مثلا در دوره های متأخر مثلا الله آباد میذارن، الهیه میذارن. یه جاهایی رو که میخوان جنبه تقدس بهش بدن از نام خداوند استفاده کردن برای عمران و آبادی اون منطقه. از معروفترین افراد و سرشناسترین افرادی که از اهل مزوش در تاریخ نامش اومده شخصی به نام علی خان مزوشی. این علی خان مزوشی جزو سرکرده های نایب حسین و ماشاءالله خان کاشی بوده و خیلی هم مورد وثوق اینا بوده، به صورتی که اونجا تاریخ‌ها نوشتن حافظ اسرار و خزانه‌دار اینها بوده و 4 تا تصویر هم فعلا موجود از ایشون هست که در کنار ماشاءالله خان نشسته، یعنی جزو خواص بوده.
که در کنار نشسته، ولی بعدها به عللی که البته روایات مختلفه و الان موقعیتی نیست که ما بخوایم این روایات رو نقل کنیم، چون اینها ممکنه بخشی صحیح باشه بخشیش هم صحیح نباشه، ولی به عللی از گروه نایبی فاصله میگیره و به قوای دولتی و حکومتی میپیونده، به صورتی که ماشاءالله خان چندین بار واسطه میفرسته که دوباره علی خان رو برگردونه، ولی علی خان به هیچ وجه بر نمیگرده و میاد در اداره حکومتی مشغول به کار میشه. 4 تا نامه ما داریم از مربوط به علی خان مزبشی در تاریخ نایبیان بر اساس اسناد 4 تا نامه درباره ایشون هست که این 4 نامه نشون میده که ایشون پیوستگی و علاقه دیگه نداشته به نایبیان و از آنها گسسته بوده و به حکومتی ها پیوسته. این امر باعث میشه که خشم نایبی ها مخصوصا ماشاءالله خان برافروخته بشه، چون ظاهرا جور که میگن بخشی از گنجینه که در اختیارش بوده رو با خود برده بوده. حالا این ممکنه شایعه باشه، ممکنه صحت داشته باشه، ما سندی داریم، فقط روایتی از تاریخ اشرار کاشان عبدالرسول مدنی اینجا اشاره کرده که ذخایر نایبی ها رو با خود برده و چون اینا از این قضیه ناراحت بودن و از اینکه علی خان مزبشی پشت به اینا کرده و به حکومت پیوسته و در مقابلش رو قرار گرفته، اینا میان یه شخصی رو از این نوکرهای خودشون رو به عنوان یه شخص ناراضی داخل نیروهای علی خان میکنن و او به صورت حیله و نیرنگ به یه شکلی علی خان مزبشی رو ترور میکنه. این اتفاق زمانی افتاده که هنوز ماشاءالله خان و نایب حسین دستگیر نشده بودن که بعدها اعدام بشن، یعنی این اتفاق چندین سال قبل از اعدام اینا اتفاق افتاده. چون رو در رو نمیدونستن با علی خان رو در رو بشن، میترسیدن ازش خیلی. یه نوکراش خیانت میکند، از پشت سر میزندش، میاد خرنه قایم میشه، میره تو کادون کا قایم میشه، پیداش نمیکنن، میان کادون کا رو آتش میزنن، همین داداشا سفینا کادون کا رو آتش میزنن، با حال تو همون کادون کا میسوزوننش. علی خان اینجا دیگه تموم میشه کشتنش. خب یه یادگاریش اینجا میمونه انشالله. خب یه همچی شاییم تا ساعت چند رفتیم. نه منظور اینه که مثلا ساعت 10 نشه بگی که خسته شدیم و خب خداحافظ شما، کرسی هم که آماده است، جا آماده است. ساعت 9 از حال به بعد دیگه باید بخوابم. هیچی و زود باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم در کارگاه تولید عرقیجات گیاهی روستای مزوش. همونطور که مطلع هستید بهترین گل محمدی در منطقه روستای مزوش تولید میشه به خاطر عطر و بویی که داره. مرحله بعدی، چون منطقه ما سردسیر، گلاب بهتری ازش به دست میاد. الان ما میخوایم مراحل تولید گلاب رو توضیح بدیم. گلابی که الان ما میخوایم به قول معروف از گل محمدی استخراج کنیم به این صورتی که ما 10 کیلو گل محمدی رو میریزیم داخل دیگ به اضافه 15 لیتر آب. محصولی که به دست میاد هولوش 7-8 لیتر گلابه. این 7-8 لیتر گلاب از بهترین گلاب هستش. میشه از اون اضافه تر آب بریزیم تا 20 لیتر 25 لیتر، کیفیت گلاب میاد پایین تا 10 لیتر میشه گلاب بگیریم. گلابی که الان داریم میگیریم تو گلابگیری ها
گلاب به قول معروف با 24 کیلو گل میگیرن، با 30 کیلو گل میگیرن. هر کسی یک مدلی برای خودش گلابو میگیره، تولید میکنه. اما ما اینجا تو گلابگیان گلابو با بهترین کیفیت تولید میکنیم. گلابو که تولید میکنیم میتونیم به قول معروف 10 کیلو گل بریزیم، همونطور که اولش هم توضیح دادم، تا 15 لیتر آب بریزیم. محصولی که به دست میاد 7-8 لیتر گلابه. اگر خواستیم یه مقدار سبکتر باشه 20 لیتر آب میریزیم. یه مقدار دیگه سبکتر تا 25 لیتر هم میتونیم این آبو بریزیم و اون گلابی که به دست میاد از لحاظ کیفیت کمتر، کیفیت خوبی نداره. الان برای تولید عطر گل محمدی بعضی از شرکت ها اومدن دستگاه های تختی رو گذاشتن سر راه دیگ بخارشون که از هر 10 کیلو گلابی که میگیرن، یعنی 10 کیلو گل که میریزن، حول و حوش 1 گرم تا 1 گرم و نیم عطر گل محمدی به دست میاد. و اگر شما بخواید برای 1 کیلو عطر به دست بیارین، حول و حوش 1 تن تا 1 تن و 200 بعد گل محمدی رو بریزین و گلابش رو بگیرین تا این محصول رو به دست بیارین. شما طور که اطلاع دارین در روستای مزوش گیاهان دارویی بسیاری وجود داره. آویشن کوهی هست. توی روستا فصل بهار اکثرا ما خودمون میریم تو کوه، این آویشن رو میچینیم میاریم، این گل محمدی به قول معروف عرقش رو میگیریم و استخراج میکنیم و تولید میکنیم. الان بهار نارنج هست، نسترن هست، چلگیاه هست، گل گاوزبان هست، عرق نعنا، بوغناق، بومادران، گزنه، استقدوس. اکثر این محصولات ما خودمون همینجا تولید میکنیم. عرقشو خودمون میگیریم. چیزایی که وجود داره تو منطقه رو ما خودمون عرقشو میگیریم، تولید میکنیم. نیازی نیست از جای دیگه تهیه کنیم. روستای مزوش گونه گیاهان دارویی بسیاری داره. شیرین بیان داره، ریشه شیرین بیان استفاده میکنن، عرقشو میگیرن. گون هست، آویشن هست که خود آویشن و عرقشو تولید میکنن، عرقشو میگیرن. کما داره اینجا، باله داره، چایی کوهی اینجا هستش. تو فصل بهار گیاهان معطر دیگه هم هستش که استفاده میشه، اسمش هست کال. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مجید محمدی. خواستم یه توضیحاتی در رابطه با این نخل روستای مزوش بدم. این نخل قدمتش حدوداً اگه اشتباه نکنم فکر میکنم 250 سال هست تا 200 سال. و یه طایفه بودن به نام سهرابی ها در مزوش که پدر اونا این نخل رو ساخته. از چوبش هم از روستای نشل آوردن به اینجا ساختن و 10 تا پایه داره. هر پایه رو به یه طایفه اینجا فروختن، یعنی قباله کردن بهشون دادن. رسمشون هم هست که روز عاشورا که صبح عاشورا ساعت 9 صبح بزرگ طایفه میاد، هر پایه که مال همون طایفه است بزرگ طایفه میاد یه نخی با یه چوبی محکمی بهش میبنده که جوانا بیان ظهر عاشورا اینو سر دوش بگیرن و هم میکنن تو کوچه های آبادی بتونن. بعد ارزم بزرگ شما که مراسم اینجا صبح عاشورا معمولا ساعت 9 شروع میشه. یه چون این حسینیه تو گودی قرار گرفته، یه جایگاه بلندتری هست که میان یه روزه‌ای میخونن، روزه علی اصغر هم رسمه میخونن. روزه که تموم میشه به حالت هل کنان مردم میان به طرف حسینیه. روستای مزوش دارای 10 شهید هست که یکیش قربان علی محمدی هست، عباس علیزاده است، یکیش محمد فروزان هست که همون علیزاده بوده، تغییر دادن فامیلشونو
و عباس نوری و 6 نفرم از خانواده علیزاده یا که روحانی بوده، حاج ابوالقاسم علیزاده بوده، حمید علیزاده پسرش، حسن علیزاده، 3 تا خانومش بوده و 2 تا دختراشم که در اثر بمبارون رژیم بعث عراق در قم به شهادت رسیدن 6 نفر. درست یه چوبه ولی که خب اعتقاد بهش دارن از قدیم. نظرات هم که می آوردن در قدیم که پخش میکردن بین مردم، یه سهرابی بوده پدر بزرگ آقای سهرابی ها، بزرگشون وظیفه پخش نظرات هم دست اون بوده، دست میگفتن بابای نخلش. حالا چرا میگفتن؟ باشد صاحب نخل رو میگفتن بابای نخل. دیگه قدمت این حسینی هم مثلا تا نصفش فکر میکنم به اینم حدوداً 150 سال 200 سال هست. دقیقش هم اضافه کردم، مثل که من بنده خدای نصب کرده از اینجا هم اضافه کرده و اینم یه علمی هست که اینه که هستی فقط طایفه علیزاده اینجا اینو میتونن روز عاشورا حمل کنن. اینم قدمتش فکر کنم خیلی ساله، چون هم برقاش اوناش قدمتش همزمان شاید با همین نخل باشه. دقیقاً از علیزاده های این روستا هست. تعداد قبل توی این حسینیه هست که بکنم اینا تاریخاشون به 70-80 سال اینا میرسه. مثلا اینجا رو ببین تسبیح هست با شونه، این زنه، نشونه که این قبر مال یه خانومه. قدیم میذاشتن شونه، نشونه خانم بودن این متوفاست. بعد مردا رو این سنگ قبر مال مرد، چون یه مهر و تسبیح فقط هست. اینا هم 70-80 سال شاید تا 90 سال هم اینا قدمتشون باشه، این قبر که اینجا بوده. معمولا هم وابستگان که همین صاحب نخل بودن اینجا دفن می شدن دیگه. حالا جدیدن دیگه اینجا دفن نشده چندین ساله و خیلی جالبش اینه که اینا نشونه این مرد و زنیشون رو این با مهر و تسبیح با شونه بوده. قله‌ای که در پشت سر من ملاحظه می‌کنید قله اردحال هستش که به ارتفاع 3505 متر و مابین خط مرزی کاشان و مزوش قرار دارد. درود خدمت تمام دوستان بینندگان عزیز. بنده مجتبی بیکی هستم، رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان دلیجان و امروز در خدمتتون هستم با معرفی قله دومیر، بام استان مرکزی و بلندترین قله استان مرکزی. ارتفاع قله 3505 متر هستش و 4 تا مسیر صعود داره این قله. یکی از مسیرهای عمومیش همین مسیر روستای مزوش هست که ما امروز تو روستای مزوش در خدمت شما هستیم و یال غربی اون هست. روستای قالهر نزدیکترین روستا به این قله هستش و روستای مرق یکی دیگه از مسیرهای صعود این قله هستش و روستای نشلج که این دو روستا، روستای مرق و روستای نشلج تو قسمت کاشان هستن و 2 تا مسیر صعود داره این قله از مزوش و غربی. یکی از یال میرن و یه مسیر عمومی داره که از دره میرن. حالا مسیر یال رو چون برف کمتری میگیره قاعدتا زمستان بچه ها بیشتر از مسیر یال صعود میکنن و از دره فرود میکنن، ولی تو تابستون با توجه به پاکوبی که ایجاد شده اکثر بچه ها و دوستان از دره این مسیر رو صعود میکنن که از معدن سرب روستای مزوش استارت زده میشه به سمت دره خود دومیر تا محلی که ما بهش میگیم گوسفندسرا و یه سنگ بزرگ داره و از اونجا شما 3 تا مسیر صعود داری. یه مسیر صعود از کف خود دره است، میتونید مستقیم برید روی یال نشلجیا و یا اینکه یه سمت راست یک یالی داره که از اونجا میشه صعود کنید. با توجه به اینکه این قله بام استان مرکزی هستش، از شهرهای مختلف کشور برای صعود میان. این قله سیمرغ هستش و جزء پروژه حساب میشه و اینکه اینجا ما یه خونه کوهنوردی سال 99 تأسیس کردیم که یه مقداری از هزینه‌هاش رو یه درصدیش رو دهیاری روستا دادن و آموزش پرورش مساعدت کردن که ما اینجا رو در اجاره دهیاری قرار بدیم و
یه تقریبا 65 میلیون هم کوهنوردای شهرستان دلیجان کمک کردن و هیئت اون زمان تا این خونه کوهنورد تأسیس شده. ظرفیت خونه کوهنورد 40 نفر هستش، 3 تا اتاق بزرگ داره و آشپزخونه داره، دوش داره و این امکاناتی که حالا ما میتونستیم انجام بدیم. داخلش مقداری خراب بود که ما حالا سعی کردیم که به سبک سنتی اینجا رو درست کنیم. و اینکه این دلیجان خود شهرستان دارای 8 گروه کوهنوردی هستش. کوهنوردا هم زمستان هم تابستان و هم فصول مختلف سال به قله دومیر صعود میکنن و ما تمام سال رو تیمای کل کشور رو ساپورت میکنیم که پروژه سیمرغ رو میگذرونن و میان قله رو صعود میکنن. حالا هم راهنما داریم تو شهرستانمون، همین که خود روستا راهنمای محلی داریم که در اختیار گروه ها قرار میدیم. و پروژه سیمرغ هم شما میدونید که بیشتر پروژه‌ایه که هم علاوه بر این که شما باید قله رو صعود کنید، باید نقاط گردشگری اون شهر یا روستا رو هم برید که حالا ما اطرافش مثلا شهر تاریخی نراق رو معرفی میکنیم برای اینکه شما میتونید مثلا اونجا خونه های تاریخی نراق، بازار شمس السلطنه رو دیدن کنید و منطقه گردشگری و زیبای جاس رو ما کنارش داریم. همین خود روستای مزوش رو داریم که روستای بسیار زیباییه، طبیعت خیلی خوبی داره و دوستانی که تشریف میارن میتونن استفاده کنن از این امکاناتی که اینجا هستش. این خونه کوهنورد قاعدتاً رزرو میشه، بعد از شهرهای مختلف، از شیراز، از تهران، از همه جای ایران، از کردستان، ما همیشه اینجا میزبان دوستان هستیم و در خدمتشون هستیم و امیدوارم که این قله بسیار زیبایی هستش بیشتر معرفی بشه و بیشتر بتونن صعود کنن. امروز بنده با جناب سرهنگ مهرابی نایب رئیس هیئت کوهنوردی و جناب آقای سیوری از پیشکسوتان کوهنوردی در خدمت شما هستم و این دوستان هم توضیحاتی دارن که خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت دوستان کوهنورد، دوستان ورزشکار و عزیزانی که این برنامه رو میبینن. خدمتتون عرض کنم که من مهرابی هستم، نایب رئیس هیئت کوهنوردی دلیجان که توفیقی شدش در خدمت عزیزان همنورد باشیم و بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم که عزیزان کوهنورد بتونن از مزایای کوهنوردی تو شهرستان دلیجان بهره مند بشن. الان 1.5 سال هستش که به اتفاق آقای مجتبی بیگی همکاری میکنیم تا عزیزان همنوردمون راحت‌تر بتونن از امکانات کوهنوردی استفاده کنن. اینجا پشت سر من قله دومیر هستش. قله دومیر بلندترین قله استان مرکزی هستش و بام استان مرکزی هستش که کوهنوردان زیادی رو همونطور که آقای بیگی فرمودن از سراسر کشور به اینجا میکشه و ما میزبان همه کوهنوردانی هستیم که به اینجا میان و باعث افتخارمون هستش که بام استان مرکزی در شهرستان دلیجان قرار داره و بنده هم چند سالی میشه که بازنشست شدم. توفیق شد با عزیزان کوهنورد آشنا بشم و از این طبیعت، از این فضا و از این امکانات برای سالمسازی خودمون استفاده کنیم. زحمات زیادی کشیده میشه تا تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه به ورزش کوهنوردی روی بیارن، چرا که باعث سلامت تن و جسم میشه و ما خیلی برامون مهم هستش که با توجه به وضعیتی که الان تو اجتماع هستش، خب آلودگی‌های زیادی هستش و مسئولین دغدغه‌شون این هستش که اوقات فراغت حالا جوونا بیشتر و بازنشستا کمتر، اوقاتشون باید پر بشه و کوهنوردی یکی از مسیرهایی هستش که میتونیم افراد جامعه رو به اون مشغول کنیم و باعث سالمسازی جامعه بشیم. من افتخار دارم که در خدمت عزیزان هستم و خوشحال هستم که بتونم
در معیت عزیزان هم نوردمون قدم خیلی تو این قضیه برداریم. و شهرستان دلیجان کوههای خیلی خوبی داره، قله‌های خیلی خوبی داره و تعداد زیادی از همشهریامون از این امکانات استفاده میکنن. دعوت میکنیم از اقشار مختلف در جای مختلف کشور اگر دوست دارن از این طبیعت استفاده کنن بیان دلیجان و اطلاعاتی رو که بخواهند راجع به قله‌های مختلف، مسیرهای مختلف، هیئت کوهنوردی این آمادگی رو داره که در اختیارشون قرار بده. با نام و یاد خدا، نجفی هستم از دلیجان، جزو هیئت کوهنوردی شهرستان دلیجان، تا حدودی راهنما و لیدر و امداد مسیر مزوش به قله دومیر. در اصل میشه بهار اردهال دومیر. 4 تا مسیر صعود داره این قله. از استان مرکزی مسیر مزوشه که مسیر اصلی روی یال، از یال میریم بالا، برگشت تو دره است. 8 سال 9 سال پیش بود که این قله جزو طرح 31 قله قرار گرفت. با هم استان مرکزی اعلام شد. قبلا شهباز بود، بعد دیگه اومدن جی پی اس زدن از باشگاه، از فدراسیون اومدن تشریف آوردن، جی پی اس زدن، دیدن 100 متر بلندتر از قله شهبازه. دقیقاً 8 تا الی 9 سال پیش بود. 4 تا مسیر داره واسه صعود. یه مسیر روی یال غربی داره که ما مسیر مزوش حساب میشه. یه مسیر دیگه مزوش مسیر دره داره میری رو قله که ما معمولا رو دره برمیگردیم، چون اگر حجم برف بالا باشه، صعود زمستان سنگین باشه، برف زیاد داشته باشه، نمیشه. حدوداً اون قسمت پشت یال مسیر نشلجیا میشه، اونجا بهمنخیزه، نمیشه، ریسکش نمیارزه که بخوای تیم از اون ور برداری ببری، اتفاق میفته. یه مسیر دیگه هم مسیر قالهره، میشه روستای این پشت. مسیر جنوبی مسیر قالهر میشه که زیاد تمایل به صعودش ندارن از اون مسیر سنگین. 2 تا مسیر دیگه داریم از استان اصفهان میشه، چون اینجا خط و رأس استان اصفهان و استان مرکزیه. 2 تا مسیر دیگه ما برای صعودش داریم. یه مسیر میشه مسیر نشلج، روستای نشلج. یه مسیر هم مسیر مرق میشه. این 2 تا یه مقدار مسیراش سنگین و پیمایشش بالاست، مخصوصا زمستون که میشه 90% نمیتونن از اون، نمیشه صعود کرد. یه مسیر واقعا اکسپیدیشنی و سنگینه، خطرناکه، پاکوبم نداره و معمولا از این مسیر صعود میشه. حالا بنده خودم راهنما تا حدودی که هیئت انتخاب کرده، خب هستن دوستان هستن، ولی خب میرن صعود واسه خودشون صعود دارن. ما چون گروهی نداریم، انفرادی صعود میکنیم، یعنی کوهنورد منفردی هستیم، معمولا تیم‌ها رو سرپرستی میکنیم، میاریم واسه صعود. تیم‌ها و باشگاه زیاد اومدن. این منطقه بر حسب اون جویتش منطقه خیلی سردیه، بادخیزه. دوستان و هم نوردانی که میخوان فصل غیر از فصل صعودش بیان، صعود زمستانه دارن، حتما باید با تجهیزات بیان صعود کنن. این قله 3505 متر ارتفاع داره، 900 متر اوج صعود داره، یعنی از پای کار تا خود قله 900 متر شما اوج میگیری صعود میکنی. خیلی هم منطقه سرد و عرضم به حضور شما که بادخیز، حتی شده بارها نرسیده به قله ما خودمون حس کردیم و جویت رو دیدیم نمیشه صعود کرد، برگشتیم اومدیم پایین، تیم برگردوندیم. حالا به خاطر اون بادخیز بودن رویال منفی 20 تا 25 من اینجا تست کردم. با سلام و درود خدمت بینندگان محترم این برنامه، بنده سیوری حالا به گفته بچه‌ها از پیشکسوتان کوهنوردی نسبت به سنم، نه نسبت به تجربم. سالات با این کوه زندگی کردم، با این کوه بزرگ شدم و علاقه خاصی به این دومیر دارم. حالا شاید چون ولایت منه یا خاک نیاکان من اینجاست، علاقه خاصی به این قله دومیر دارم. بسیار قله سرسبز و باصفاییه و چند راه‌های مختلف داره که بچه‌ها توضیح دادن قبلا، من دیگه سردون و درد نمیارم.
ولی دوست دارم که دوستانی که تو این کارن، چه طبیعت روستای مزوش و اطرافش دیدنی زیباست، بیان ببینن. اونایی هم که اهل کوهن صعود کنن و از این کوه زیبا لذت ببرن. واقعا گفتم که من چون شاید ولایتم خیلی ازش تعریف میکنم، ولی واقعا زیبا و دیدنیه. تشریف بیارن ببینن، راههای مختلفی داره برن بیان. هستن اینجا بچه هایی که کمک کنن یه وقت به مشکل خوردن و عرض بزرگ شما یه جایی هم هست برای اسکانشون که اینجا توسط اعضای روستا آموزش پرورش بچه های هیئت کوهنوردی تأسیس شده، با مبلغ بسیار ناچیز اینجا اسکان پیدا میکنن. امیدوارم که حتما بیان از اقصا نقاط ایران همه جای ایران، البته سرای من است، همه جا رو، همه کوه رو ما دوست داریم. مشکلات الان شخصا من خودم دارم میگم، امسال زمستون گذشت بیش از 10 تا 15 تا صعود داشتم اینجا، هم تیم آوردم بالا و برگردوندم، همین که خودم به اسم یه امداد اومدم اینجا وایستادم، هزینه خودم، جیبم، فلان، کار نداریم، کوهنوردیم، امدادیم، اومدم اینجا وایستادم تا 6 غروب 5 غروب، کسی هم خبر نداره این جریانو، به خاطر اینکه منفرد کوهنوردی میکنم، کسی نیست، آماده هم هستم، همیشه آماده بودم، دوره‌هامو گذروندم در خدمت این کوهنوردی شهرستان دیلیجان واسه بچه‌ها، واسه شهر خودمون. ترسوی قله یه سری مشکلاتی داریم، امدادمون ضعیفه اینجا، لوازم تجهیزات کم داریم، جامپنا نداریم، استانم که ماشاءالله قربونش برم رسیدگی نمیکنه. حالا باز مشکلات زیاده، خب نمیخوام بگم، ولی حالا روستایی‌ها شورا دستشون درد نکنه این مدرسه رو در اختیار گذاشتن، دوستان هم نوردان، کلی هزینه شده دیگه، 150 میلیون هزینه ساخت رفت و اومد و ساخت این مجتمع شده، در اختیار کوهنوردها باشن که بیان شب بمونن، زمستون تابستون یه آسایشی باشه، یه خانه کوهنورد باشه. گرچه که کوهنورد خونه نمیخواد، کوهنورد همه تشکیلاتش هست، خودش و کولش و چادری که دنبالش میره اونور و تجربهش. منتهاش خوب اینا رو درست کردن، دستشون درد نکنه، زحمت خیلی کشیدن، خیلی هزینه شد، واقعا دیگه از زندگیشون زدن به خاطر این بام استان مرکزی، این ابهت و این بزرگی این قله که متاسفانه استان رسیدگی نمیکنه، هیچ گونه کمکی به هیئت، رئیسش هم اینجا وایستاده، خودش بالاخره دیگه توانش همینه دیگه، نمیتونه دیگه هیچ کار بکنه، هیچ رسیدگی نمیکنن، استان نمیان سر بزنن. هنوزم که هنوز نه رئیس استان تشریف آورده نه امداد نجات تشریف آوردن اینجا، ببینن وضعیت چه جوریه، یه ساماندهی بشه که سودای بعدی زمستون آینده انشالله، امسال که دیگه تموم شد به سلامتی، اینجا مشکلی نداشت. چیزانی که در نقاط مختلف کشور تمایل دارن بیان شهرستان دلیجان و از این طبیعت و از این مواهبی که مواهب الهی هستش خداوند برامون مهیا کرده بهره مند بشیم و بتونیم نسبت به سالم سازی خودمون و جامعهمون عمل بکنیم. امشب شب نیم است که ما مهمانیم، در ما حرجی نیست که ما طفلانیم، اینجا که یک حوض آب است، دو ملک زاده در اینجا خواب است، دو ملک زاده رو بیدار کنید سحری خورن، آش فالوده رو با عسل خورن، تنباکو را گلدم کن، آتش بر سرش گرم کن، تا ما بکشیم دودی، آواره شویم زودی، مصرفی در رو خورده کن، قسمت بچه های در خونه کن، تا بچه ها راضی شون، از در خونه دون راهی شون. مرسی امه جان، دست در خونه رو بزن. امیر بیا جلو مامان. امشب شب نیم است که ما مهمانیم، بر ما حرجی نیست که ما طفلانیم، اینجا که یک حوض آب است، دو ملک زاده در اینجا خواب است، دو ملک زاده رو بیدار کنید سحری خورن، آش فالوده رو با عسل خورن،
تنباکو را گلدن کن آتش بر سرش گرم کن تا ما بکشیم دودی آواره شویم زودی اشرفی درها رو خورده کن قسمت بچه های در خونه کن تا بچه ها راضی شوند از در خونتون راهی شوند دست درد نکنه انشالله سالم باشی همیشه یا کشکول رو بیا ممنون خلاص